پس به همین خاطر، به خاطر همه پیشرفت ها و به خاطر وضعیت فعلی که ما چطور بتوانیم که مترقی شویم، خودکفا شویم، برق یک اصل مهم است. این موضوع را مسئولین امارت اسلامی افغانستان و بالخصوص عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی بسیار خوبتر و بهتر درک کرده که برشنا شرکت را بسیار حمایت میکند و کوشش همه مسئولین و کلان ها همین است که ما باید کار کنیم. امروز که در حضور محترم شما قرار داریم، دو پروژه بزرگ در شهر، در ولایت جوزجان ما افتتاح میکنیم. پروژه لین 110 کیلوولت که از جرقدوق، از ساحه جرقدوق الا بیات پاور به طول 35 کیلومتر این لین طول دارد که نه تنها لین کشی شده و بلکه سلیترها و براکتهایشان هم تبدیل شده و نو شده. با اساس افتتاح این لین ما می توانیم که تولیداتی که ما در اینجا داریم و در آینده بخیر شروع میشه 40 مگاوات خو فعلا ما داریم و از 50 تا 100 مگاوات دیگه فعال میشه انشالله. این تولیدات به انتقال و به استفاده ضرورت داره. یعنی باید ما چطور میتونیم که جلوگیری ضایعات را بکنیم و از برق و انرژی خود خوبتر و سالمتر استفاده کنیم.